بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز. امیدوارم هر جایی میهن عزیزمون که هستید حالتون خوب باشه، تندرست و سلامت باشید. بنده مهدی امینی هستم از شهرستان رباطکریم. در خدمت شما عزیزان هستم با تدریس صفحات 4 و 5 کتاب درسی. در جلسه قبل تا انتهای صفحه 3 با هم کار کردیم و به این سوال رسیدیم: مجموعه عددهای دو رقمی و زوج اول را بنویسید و آن را ای بنامید. این مجموعه چند عضو دارد؟ گفتیم تنها یک عدد اول وجود داره که زوجه، اون هم عدد 2 هست که تک رقمیه. پس ما نمیتونیم برای ای عضوی پیدا کنیم. این مجموعه هیچ عضوی نداره. تو این جلسه میخوایم یک مقدار بیشتر با این نوع مجموعه ها آشنا بشیم. در بالای صفحه 4 یک تعریفی آورده بچه‌ها. به این تعریف خوب دقت کنید. اگر در مجموعه عضوی وجود نداشته باشد، آن را مجموعه تهی مینامیم. تهی یعنی خالی و با نماد یه دایره، یه خط مورب کج روش یا دو تا آکولاتی که داخلش چیزی نیست نشون میدهیم. توجه کنید که این مجموعه با مجموعه‌ای که دو تا آکولات داره یا عضو صفر داخلشه یا نماد تهی فرق میکنه. هر کدوم از اینها یه مجموعه تک عضوی محسوب میشن بچه‌ها. اینهایی که با رنگ آبی مشخص کردیم. ولی نماد مجموعه تهی اونهایی هستن که با رنگ قرمز مشخص کردیم. یکی از اون دوتا رو استفاده میکنیم برای مجموعه تهی. بریم جلوتر یک مقدار مثالای بیشتری تو این زمینه حل کنیم. به سوال 4 توجه کنید بچه‌ها. کدام یک از عبارتهای زیر مجموعه تهی را مشخص میکنند؟ الف، عددهای طبیعی بین 5 و 6. عددهای طبیعی چیا بودن بچه‌ها؟ بله، 1 2 3 و 3 نقطه. حالا آیا ما میتونیم عدد طبیعی بین 5 و 6 پیدا کنیم؟ مسلماً خیر. پس این مجموعه تهی خواهد بود بچه‌ها. قسمت ب گفته عددهای صحیح بین 1 و -1. خب بین 1 و -1 یه عدد صحیح وجود داره، اونم عدد صفره. پس این مجموعه دیگه تهی نخواهد بود، یه عضو براش پیدا کردیم. قسمت ج گفته عددهای اول و زوج. تنها یه عدد اول داریم که زوجه، همونطور که قبلا گفتیم، اون هم عدد 2 هست. پس این مجموعه هم تهی نیست، تک عضویه، عضوش هم 2. دال، عددهای طبیعی یه رقمی و مضرب 3 که اول باشد. مضارب 3 چیا بودن بچه‌ها؟ 3 6 9 12 و 3 نقطه. حالا از بین اینها کدومش اوله؟ بله، خود 3 اوله. پس این هم تهی نخواهد بود، یک مجموعه تک عضوی خواهد بود که عضوش هم عدد 3 هست بچه‌ها. بریم سراغ کار در کلاس. سوال 1 گفته 3 عبارت بنویسید که هر کدوم نشان دهنده مجموعه تهی باشد. سپس عبارت‌های خود را با نوشته‌های همکلاسی‌هایتون مقایسه کنید. بچه‌ها به این نوع سوالات که جواب‌های درست متفاوتی میشه بهشون داد، توی ریاضیات میگن سوالات باز پاسخ. یکی از عبارت‌ها رو من می‌نویسم، دوتای دیگر رو خود شما عزیزان کامل کنید. به این عبارت توجه کنید: مجموعه اعداد طبیعی کوچکتر از 0. خب ما هیچ عدد طبیعی کوچکتر از 0 نمیتونیم پیدا کنیم. پس این عبارت نشان دهنده مجموعه تهی هستش. یا به سوال 2 توجه کنید که باز هم یک سوال باز پاسخ هست. 3 عبارت بنویسید که هر کدام مشخص کننده مجموعی فقط با یک عضو باشد. دوباره یک شما می‌نویسم، دوتای دیگرش رو خود شما عزیزان کامل کنید. مجموعه عدد طبیعی بین 4 و 6. خب بین 4 و 6 یه عدد طبیعی داریم، اون هم 5 هست. پس یه مجموعه که فقط یه عضو داره. بریم سراغ سوال 3. عبارت هایی را که مجموعه رو مشخص میکنه با تیک و بقیه رو با ضربدر مشخص کنید، دلیلش هم ذکر کنید. 4 عدد فرد متوالی. خب این یک مجموعه رو مشخص نمیکنه. چرا؟
چون این سوال رو برید از افراد مختلف بپرسید که آقا یا خانم شما 4 عدد فرد متوالی نام ببر. خب یکی میتونه بگه 1 3 5 7، دیگری میگه 11 13 15 17. هر دو جواب درست دادن. پس چون عضوهاش مشخص نیست، کاملا مشخص نیست، این یک مجموعه رو مشخص نمیکنه بچه‌ها. قسمت ب گفته 3 عدد طبیعی زوج متوالی با شروع از 2. خب این مجموعه رو مشخص میکنه دیگه. چرا؟ چون عضوهاش میشن 2 و 4 و 6. پس این مجموعه هست، عضوهاش کاملا مشخصه. جیم عددهای اول کوچکتر از 20. اینجا تعداد نگفته، منظور همه عددهای اول کوچکتر از 20. خب اینو از افراد مختلف بپرسیم و اگه پاسخ درست به ما بدن، عضوهاش اینا میشن بچه‌ها: 2 3 5 7 11 13 17 و 19. چون عضوهاش کاملا مشخصه، پس یک مجموعه رو مشخص میکنه. 3 شهر ایران. خب بریم اینو از افراد مختلف بپرسیم که 3 شهر ایران رو نام ببر. یکی میتونه بگه تهران، مشهد، زنجان. فرد دیگه میگه تبریز، یزد، رشت. هر دو پاسخ درست دادن چون سلیقه‌ایه این سوال. پس این یک مجموعه رو مشخص نمیکنه. قسمت ه شمارنده‌های عدد 24 مثل قسمت ج، یعنی همه شمارنده‌های عدد 24. خب همه شمارنده‌های عدد 24 چیا هستن بچه‌ها؟ اینا: 1 2 3 4 6 8 12 و 24. چون عضوهاش کاملا مشخص هستن، پس این معرف یک مجموعه هست. قسمت واو گفته 5 عدد بزرگ. این عدد بزرگ ابهام داره. هر شخصی میتونه 5 تا عدد نام ببره که با شخص دیگه متفاوت باشه و در عین اینکه جوابها کاملا درست هستن. پس این هم معرف یک مجموعه نخواهد بود چون عضوهاش مشخص نیستن. قسمت ز عددهای طبیعی بین 2 و 3. خب بچه ببینید ما عدد طبیعی بین 2 و 3 نداریم، پس این میشه مجموعه تهی که علامتش یا این بود یا این. بچه خوب دقت کنید، این که نداریم به این معنی نیستش که پس این مجموعه نیست. این سوال رو از افراد مختلف بپرسید، هم اگه جواب درست بدن میگن عضوی نداریم بین 2 و 3 که طبیعی باشه. پس این رو با اون اشتباه نگیرید که معرف مجموعه نیست. معرف یک مجموعه هست ولی مجموعه تهیه. بریم سراغ سوال 4. گفته مانند نمونه کامل کنید. یه جورایی شبیه سوالات وصل کردنی بچه ها. A گفته الف ب پ 3 نقطه تا ی میشه مجموعه حروف الفبای فارسی. قسمت B رو که خودش مشخص کرده 4 8 12 و 3 نقطه میشه مجموعه مضرب‌های طبیعی عدد 4. قسمت C گفته مجموعه حروف A و B و عدد 3 که میشه مجموعه C A B. قسمت D گفته مجموعه D مساویه با مجموعه تگ عضوی 5 که میشه مجموعه مضرب‌های اول عدد 5. مجموعه E یه مجموعه تهیه، یه چیزی داخل دو تاکلات نیست، پس میشه مجموعه عددهای صحیح بین -2 و -3. قسمت F هم گفته 2 4 6 8 که معادل با این مجموعه است: 6 4 2 8. یعنی اومده عضوها رو جابجا کرده بچه‌ها. گفتیم که جابجایی عضوها مجموعه جدیدی نمیسازه. قسمت G گفته مجموعه عددهای طبیعی بین 2 و 10. بین که میگه یعنی خودشون نیستن، از 3 تا 9 که میشه این مجموعه 3 4 5 6 7 8 9. H هم 2 3 5 7 میشه مجموعه عددهای اول یک رقمی. بریم سراغ سوال 5.
کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است با نمودار ون نشان دهید. الف، عددهای صحیح مثبت و کمتر از 10. خب این مشخص عضوهاش چیا هستن دیگه؟ عددهایی که صحیح باشن، مثبت باشن، از 10 هم کمتر باشن. پس چون عضوهاش کاملا مشخص هستن پس مجموعه است. حالا عضوهاش چیا هستن؟ از 1 تا 9 که این رو داخل یک منحنی قرار دادیم، اسمش هم گذاشتیم مجموعه A. باید حواسمون باشه که این A حرف بزرگ انگلیسی باشه. شما به جای A میتونید از حروف دیگه‌ای هم استفاده کنید بچه‌ها. قسمت ب گفته شمارنده های اول عدد 19. عدد 19 کلا دو تا شمارنده داره، یه دونه یکه، یه دونه خود 19 که یک نه اول نه مرکب، پس تنها شمارنده اول عدد 19 خود 19 است. پس چون عضوهاش کاملا مشخص هست یک مجموعه است، یک مجموعه تک عضوی که عضوش هم عدد 19 هست، اسمش هم ما گذاشتیم B. قسمت بعدی، قسمت جیم گفته عددهایی که 6 بچه یک تاس معمولی را مشخص می کند. خب روی یک تاس عددهایی که هستن مشخصن. چیا هستن؟ عددهای 1 تا 6 که ما این رو داخل یک مستطیل قرار دادیم، اسمش هم گذاشتیم مجموعه C. قسمت دال گفته جوابهای معادله 2x علاوه 8 مساوی با 1. اگه شما این معادله را حل کنید به پاسخ x مساوی با منفی 7 دوم خواهید رسید. پس این مجموعه مشخص هست و عضوهاش هم هستش منفی 7 دوم. ما این رو داخل یک منحنی قرار دادیم و اسمش هم گذاشتیم مجموعه D. گفتم شما هر اسم دیگه ای خواستید میتونید براش انتخاب کنید. قسمت ه گفته 4 میوه خوشمزه. خب این سوال از افراد مختلف بپرسیم که شما 4 تا میوه خوشمزه نام ببر. یکی ممکنه بگه سیب، گلابی، هلو و شلیل. یکی ممکنه بگه انار، انگور، خرمالو، زردالو. با توجه به سلیقه خودش جواب میده. پس این عبارت نشان دهنده یک مجموعه در ریاضیات نیست. چرا؟ چون افراد مختلف با توجه به سلیقه‌ای که دارن جوابهای درست متفاوتی به این سوال میدن. قسمت واو گفته عددهای صحیح منفی و بزرگتر از منفی 8. صحیح باشه، منفی باشه و بزرگتر از منفی 8 هم باشه. عضوهاش کاملا مشخص هستن پس مجموعه است. عضوهاش چیا هستن؟ منفی 1، منفی 2 تا منفی 7 که ما این رو داخل یک 6 تله قرار دادیم و اسمش هم گذاشتیم ای. خب بچه این قسمت از درسمون تموم شد. درس اول رو به پایان رسوندیم. امیدوارم که این درس رو خوب یاد گرفته باشید و برید سراغ حل تمرینات صفحه 5. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتان.